از اون زمان به بعد هر کسی خرابکاری میکرد بهش میگفتن دسته گل به آب داده. برو بریم. رسول دوش چطوری؟ سلام آقا رامین گل. سلام به همه سلام دوستای عزیزمون. بفهم پرتغال. خیلی نزدیک به عید نوروز 1404 برنامه خاصی داری برای عید؟ چون من خودم نه جدی. مثلا کار خاصی من مثلا میدونم من میخوام کچل کنم. جدی واقعا شاید برنامه بعدی اصلا کچل باشه. آقا شاید نداری میکنی یا نمیکنی این کارو؟ خب واسه عید که قطعا میکنم این کارو، ولی خب هنوز مثلا یه 15-20 روز مونده. شوخی میکنی؟ آره دیگه. برای چی؟ چرا باید کچل کنی برای خیلی عید؟ حال میده تو هوای بهار. چه کار اشتباهی. خیلی حال میده. عید باید همه خوشگل باشن. خب مگه تنها ملاک خوشگلی موه؟ بیشترش موه. حالا کچل میکنم تو بیشتر به چشم بیاد. عجیبه واسه اگه این کارو بکنی. چرا؟ کس آخه هیچکی نیست که واسه عید بخواد کچل کنه. من واسه عید میخوام کچل کنم بچه‌ها. حالا تو میخوای چیکار کنی برای عید؟ حالا هیچی نیست. ای به داد من رسیده. اینجا یه آهنگ غمگین میذارم. من حالا قبل اینکه زرمسل بخوای بگی، من یه چیز دیگه 2-3 روز پیش داشتم میخونم، جالب بود برام. بگو. ریشه دست دادن میدونی چیه؟ مثلا آدم همون میدن دست میدن به من. نه. ریشه‌ش اینه که در ایام خیلی قدیم، مثلا زمان یونانیا و اینا، آره، دست میدادن که یعنی من اسلحه ندارم در صلح. آره یعنی با صلح میام جلو. دست میدن که یعنی مثلا ببین من شمشیر و تپانچه و این چیزا ندارم. خیلی باحال بود. اگه رو دست چپ بود چی؟ نمیدونم. اینو تحقیق نکردی؟ ای بابا. پس ما با هم صلح داریم. من اسلحه ندارم. منم ندارم. خیلی بیهوده. آقا امروز یه ضرب المثل باحال داریم و معروف و معروف و معروف و معروف و معروف و معروف. میگن که طرف دسته گل به آب داده. رسول. در روزگاران قدیم دو برادر بودند که یکی از آنها به عقیده مردم قدمش سبک و مبارک بود و دیگری قدمش بد بود و سنگین. برادر خوش قدم هر جا که می رفت برای مردم خیر و خوشی می آورد و برعکس آن دیگری هر جا قدم می گذاشت یا دعوا را می افتاد یا اتفاق بدی برای کسی پیش می آورد. خوب یا بد روزگار گذشت تا اینکه زمان عروسی برادر خوشقدم فرا رسید. نزدیکان آنها از مرد بدقدم خواستند که شهر را ترک کند و چند روز از آنجا دور باشد تا عروسی به خیر و خوشی تمام شود. مرد بیچاره به خاطر خیر و خوشی برادرش هم که شده قبول کرد و به یک آبادی دوردست رفت. وقتی به آبادی رسید بسیار گرسنه بود. به دکان قصابی رفت تا گوشت بخرد و برای خودش غذایی بپزد. تا پای او به دکان رسید دعوای سختی میان قصاب و یکی از مشتری‌ها در گرفت. مرد از آنجا به دکان نانوایی رفت تا نانی بخرد، اما آنجا هم دعوایی میان نانوا و مردم صورت گرفت. اون برادر بدقدمه دیگه. آره. مرد بدقدم سکه‌ای در ترازوی نانوا گذاشت و نانی برداشت و رفت گوشه‌ای تا گرسنگی خود را رفع کند. بعد از آنجا به دکان سبزی فروشی رفت تا قدری سبزی بخرد. اما در همین موقع مردی با مقداری سبزی به مغازه آمد و گله کرد که چرا سبزی فروش سبزی بدی را به قیمت بالا و کیفیت پایین به فرزندش داده. حالا همه خریداش همون روز می‌خواست. آخه رفته مثلا یه شهر غریبه دیگه. حالا یه روز سبزی نخورد، چیزی نمی‌خورد، سبزی آماده بخر. بعد از آن برادر بدقدم پولی توی ترازوی سبزی فروش گذاشت و همان سبزی ها رو برداشت و به سرعت از مغازه خارج شد. او رفت تا سرانجام به کنار چشمه‌ای رسید که در آنجا آب و غذا خورد و استراحت کرد. سپس برخاست تا به راهش ادامه دهد. ناگهان چشمش به گلهای زیبایی که کنار رودخانه سبز شده بود افتاد. به یاد برادرش و عروسی آنها دست گلها را چید. عجب. از قضای روزگار آن چشمه از درون حیات میگذشت، همون حیاتی که عروسی توش برگزار بود. خوب. مرد با خودش گفت
خوب است حالا که دسترسی به مجلس عروسی برادرم ندارم تا به او تبریک بگویم، دست گلی به آب می اندازم تا آب آن را به خانه ببرد و برادرم خوشحال شود. مرد با این فکر دست گل را چید و به آب انداخت. جریان آب دست گل را به حیاط خانه محل عروسی برد و در آنجا چند بچه سرگرم بازی و جست و خیز بودند. آن را دیدند و از دیدن دستگل روی آب خوشحال شدند و ذوق کردند و به دنبال آن دویدند. دختر بچه‌ای به امید آنکه صاحب دستگل شود خود را به درون رود انداخت، اما توی آب گیر کرد و هر چه دست و پا زد نتوانست بیرون بیاید و خفه شد. آره. با غرق شدن دخترک خانواده او و خانواده داماد ناراحت شدند و عروسی تبدیل به عزا شد. یه بقیه‌اش تو خیلی غمگین شد. برادر بدقدم 10-12 روزی رو دور از خانه و خانواده گذراند. بعد از این مدت با خود گفت حتما دیگر بساط عروسی آها این نفهمیده هنوز. آره دیگه نمیدونست اصلا حتما دیگر بساط عروسی برچیده شده و میهمان ها رفتن و با این حساب برگشت من به شهر و خانم اشکالی پیش نخواهد آورد. او به خانه‌اش برگشت و مستقیم پیش پدر و برادرش رفت. اوضاع خانه شبیه جایی که عروسی در آن بوده نبود. به پدر و مادر و برادرش تبریک گفت، اما آنها جواب درست حسابی ندادند. پدر رو به پسر بدقدمش کرد و گفت اگر تو اینجا بودی میگفتن مرگ آن بچه بیچاره از بدقدمی توست، اما با این که تو نبودی بلای بزرگی به سرمان آمد. پسر بدقدم خواست حرف را عوض کند، رو کرد به بقیه و گفت من که نبودم، اما دستگلی به آب دادم تا برای داماد بیاورد. وای. هنوز حرف او تمام نشده بود که پدرش مثل ترقه از جا پرید و منفجر شد. او به سمت همسرش داد زد و گفت بفرمایید همسر جان، پسر نازنین ما این دستگل رو به آب داده و هممون رو بیچاره کرده. واقعا این بنده خدا بدقدم بوده. شاید یه غسلی چیزی میکرده درست میشده مثلا، نمیدونم. حالا شما آخرین دستگلی که به آب دادی کی بوده؟ من باعث کشته شدن کسی نشدم تا حالا، ولی حالا این خیلی بزرگه، کار معمولی. کار معمولی. من یه دونه بگم. از من؟ نه از خودم. از خودت بگو. آره من SMS اشتباهی خیلی فرستادم تا حالا. میخواستم یه داستانی رو درست کنم که پشت سر یکی حرف بزنم بگم اینو حلش کن، بعد اونو واسه همونی که قرار بوده حل بشه موضوع فرستادم. خب اینم از قسمت سوم برنامه راسو. امیدوارم که دوست داشته بودید، دوست داشته باشید، دوست داشته باشم، دوست داشته باشن. چنل ما رو سابسکرایب کنین لطفاً. اینا رو همیشه راه میدیم. آره انرژی بدین بهمون، کامنت بذارین و بگید شما چقدر باحالید. آره و نظراتتون رو در راستای بهتر شدن در راستا. خیلی سال بود این کلمه رو استفاده نکردم. آره همین دیگه، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم. آیه خیلی مخلصیم، دوستتون دارم، تا برنامه بعد میبینمتون. رسول